سلام به شنوندگان عزیز، من جمال‌الدین تاشکن هستم. روز بخیر. امروز من برای کانال پودکست ما که اسمش ایران پود میخوام در مورد تاثیر ویروس کرونا بر روابط بین ایران و آمریکا صحبت کنم. همانطوری که میدانید ویروس کرونا به طرز چشمگیری تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده و این بیماری همچنان بشریت را تهدید می‌کند. ویروس کرونا به بعدی خطرناک رسیده. این وضعیت همچنین یک آزمون برای کشورها، دولت‌ها و جوامع است. روش‌ها و تدابیر لازم برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر و ممکن است تغییرات عمیق جوامع شناختی و اجتماعی ایجاد کند. همچنین نشان می‌دهد که البته رویکردهای مدیریت و رویکردهای عمومی تغییر کردند. کشورهایی که بیماری را درک نکردند امروز متحمل خسارات قابل توجهی شدند. ایران یکی از کشورهایی است که ویروس کرونا بیشترین تاثیر را در آن دارد. جوش زدن ویروس کرونا باعث افزایش تنش میان دو کشور بعد از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج یک جانبه از توافق هست در ماه می 2 سال پیش. کوچک شدن اقتصادی و کاهش تدریجی فرصت‌های بهداشتی آمریکا در برابر تحریم‌ها بزرگترین مانع برای تهران در مقابله با بیماری. علیرغم همه اوضاع منفی، ایران که خود اکثر مقاومت را در برابر فشارهای ایالات متحده یعنی آمریکا دارد. در آینده آستانه مهمی برای مبارزه همه‌گیری خواهد بود. آمریکا مایل به کاهش فشار بر تهران نیست. مایک پومپئو وزیر امور خارجه فکر می‌کند ویروس کرونا به تهدیدآمیزترین عناصر رویکرد مدیریت در ایران تبدیل شده است. در زمانی که آمریکا از نظر چندین مورد در رئیس جهان قرار داشت. به گفته پومپئو با تضعیف اقتصاد ایران توسط تحریم‌ها و بیماری‌های همه‌گیر گزینه عملیات نظامی باید به روز باشد. علاوه بر نگرش تحریک آمیز آمریکا، اپیدمی تهدید کننده جهان ممکن است فرصت جدیدی را برای تهران به ارمغان آورده که قبلا امکان پذیر نبوده است. مطابق پیامی که مطبوعات محافظه‌کار در ایران دادند، اصرار ترامپ بر ادامه تحریم‌های از قبل برای تغییر برنامه‌های هسته‌ای تهران آغاز شده است. در حالی که تهران از یک سو به بیماری همه‌گیری دست و پنج نرم می کند، از سوی دیگر هرج و مرج در سراسر جهان ممکن است این فرصت را به ایران داده باشد تا مطالعات هسته‌ای جدید را دور از چشم جهانیان انجام دهد. از طرف دیگر تحریم‌های علیه ایران اعمال شد. این کشور بار دیگر یک منطقه مهمی یعنی منور سیاسی را بر روی تهران گشوده است که انتقادات جدی در مورد اعلام ویروس کرونا و انجام اقدامات کافی و لازم را دریافت کرد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، بزرگترین مانع مبارزه با ویروس کرونا ضعف اداری نیست، بلکه فشار اقتصادی و سیاسی است. سیاست‌های ناموافق، توسعه در کشور، انقباض اقتصادی، اجتناب ناپذیر، تحقیقات فساد، هدف قرار دادن هواپیمای غیر نظامی و اعتراضات به یک سنت در کشور تبدیل شده. این فرصت را برای پیگیری مبارزه خود بر سر مخالفت با ضد آمریکا فراهم می‌کند. منظور من از طرف دیگر طرف آمریکا است. در ارزیابی‌های انجام شده درباره این موضوع نظر دولت ترامپ به منافع ملی آمریکا آسیب جدی رسانده.
در حالی که بعد از توافق هسته‌ای جوی خوشی بیانیه از نظر اقتصادی و سیاسی حاصل شده. در سال 2015 خروج ترامپ از توافق هسته‌ای مهمترین دلیل پیشرفت و دیپلماسی علیه ایران تلقی میشه. حتی اگر تحریم‌های اقتصادی ایران را نابود کرده باشد، تهران مصمم و موافق در غلبه بر خواسته‌های واشنگتن است. و حتی کشته شدن حاجی قاسم سلیمانی که یکی از با نفوذترین چهره‌های ایران برای بازدارندگی ایران کافی نبود. باید خاطر نشان کنم که اصرار پومپئو در عملیات نظامی این بار حتی می تواند برای واشنگتن خطرناکتر باشد. روند وجود دارد که در آن انقباض اقتصادی در ایران مشکلات جدی ایجاد می کند و ایرانیان انتقاد خود را نسبت به کنار آمدن دولت با این بحران ها از دست می دهند. با این حال باید در نظر داشت که گزینه هایی که تهران هنگام ضعیف انتخاب می کند خطرناکتر هستند. در دوره آینده به ویژه در دوره‌ای که آمریکا از نظر تعداد بیماران آلوده در جهان پیشتاز است، تهران در حالی است که فرصت‌های جدیدی را که قبلا نداشته است، زیرا نگرش و خطایی که دولت ترامپ در مبارزه با ویروس کرونا گرفته است، پیامدهای جدی سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی برای آمریکا به همراه خواهد داشت. مسئله مهم دیگر این است که تهران وارد دوره‌ای شده است که واکنش اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی را مورد توجه قرار نخواهد داد، زیرا وقتی ایالات متحده یعنی آمریکا اعلام کرد که از این توافق خارج شده، ایران از اتحادیه اروپا خواسته بود که نسبت به آمریکا واکنش نشان دهد و از آن یعنی از ایران حمایت کند، ولی این اتفاق نیفتاده و تحریم‌های همچنان در حال افزایش بود. در مقابل تهران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا محدودیت‌های خاصی را که غرب اعمال کرده و توافق کرده است کنار گذاشته. در نهایت هر دو کشور تمایل دارند که با وجود همه‌گیری تنش را ادامه دهند. تاکنون خروج ترامپ از توافق هسته‌ای و سیاست فشار بر ایران باعث تقویت محافظه‌کاران در ایران و ویروس کرونا مانوری مفید برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای ایران تبدیل کرد. من میخوام به این نکته اشاره کنم که اگر آمریکا میخواهد در سیاست داخلی و خارجی ایران تأثیر بگذارد، بازگشت به توافق هسته‌ای، کاهش فشار اقتصادی بر ایران، تدوین سیاست‌های گشودن، تنوع سیاسی و اجتماعی و تقویت مخالفت ایران ضروری است. یعنی منظور من اینه که راهی دیگه نداره، چون تمام گزینه‌های دیگر بدان معنی است که رویکرد مدیریت فعلی در ایران همچنان قوی‌تر باشه. بله، شنوندگان عزیز، گفتار من به اتمام رسید اینجا. به امید دیدار در برنامه‌های آینده. خدا حافظ.